خب دوستا، هر کدامش من گفتم اینا رو باید کم توضیح بدم. 16 سوال بود، 19 دقیقه شد، طولانی میشه ویدیو. این دفعه این یکیش یک ویدیو دیگه درست میکنم. هر پارت از این ما باید هر کدامش جدا جدا ویدیو درست کنم. یک راه دیگه هم داره که یک دانه از یا دست هم راه افتینی دو دانه را امکان داره ما یک ویدیو جور کنم. اینم 25 تاست. اینم که 19 دانه است و 16 تا بود. خب چون اینا کمک باید توضیح بده آدم، ویدیو طولانی میشه. اینجا رشت فار لنگس است. هیچ تابلوی اینجا وجود نداره که تابلو ندیدین. رشت فار لنگس است. طرف راست که است سری طرف چپ عقد داره، باید طرف راست بره بعد طرف چپ. اینجا که است این طرف راست ما سی عقد داره، این که طرف چپ ما سی عقد نداره. باز ما طرف راستی عزیزیم، ما سر از عقد داریم، ما باید اول بریم از اینکه پیشتر. اما این طرف راستی ماست، این سر ما عقد داره، ما باید منتظر بانیم تا این رد شوه. همین زرد. Ich lasse die gelbe PKW durchlassen. درست است. ما همی PKW زرد میمانیم که رد شوه. Ich muss den blaue PKW durchlassen که ما را اصلا نمیمانیم، طرف چپ ما هستم. Ich biege vor dem gelbe PKW link ab که گفتم ما قبل از این باید بریم که قبل از این تو رفتن نمیتونی. این اجازه نمیدی که اینجا گفته باید اجازه بدیم که اجازه هم نمیدیم. میام اشتباس قبل از این PKW زرد که اینجا استاد است، قبل از این ما رفتن نمیتونیم، چون اینجا یک دفعه آمدیم اجازه دادیمش دیگه. قبل از دیگه ما رفتن نمیتونیم، فقط یک گزینه درست است. اینجا که هستن تو سوالار رقم میخوای گیج کنم مردم، میگم تو اون تو درست کنه. یک دفعه میای میخوای اجازه بدی، یک دفعه میخوای که قبل از رد شوی. این میجاست باز که یگان اشتباه باز میکنه. اینجا اینمی تصویرش فرق نمیکنه. اینجا که آمده اینمی لینکس پیدا میکنین اشتباه، دو تا دیگه درست. اینه اینمی لینکس، اینمی لینکس که پیدا کنین اشتباه، دو تا دیگه درست. اینجا اما قانونی رشت فار لینکس هست، هیچ تابلوی اینجا نیست. ما حق داریم از این موتوقات هم که سودتر بودیم، چون ما مستقیم میریم. اگرچه که مستقیم میره او طرف چپ ماست وقت نداره. این یکی که هیچ حق نداره، این یکی که میپیچه طرفی نیستون دمرای ما را میگیره. ما مستقیم میریم، ما حق داریم. این حال اولتر از اینا ما میریم قبل از همه. اینجا میایم چی نوشته است؟ Ich darf alle jetzt fahren. ما قبل از همگی ما میریم اولتر. گفته کدام از این جمله ها درست است؟ یعنی میش درست است. در یه حالت گفته کدام درست است؟ همین که ما اول میریم. اینجا بازم رشت فار لینکس است. قانون رشت فار لینکس امی ماشین دست راست ما حق داره که بره، ما اجازه میدیم که رد شوه، اما این بوس اجازه نمیدیم چون این بوس دور میزنه. ما میریم مستقیم، ما این هم طرف چپ ماست اما میریم مستقیم دیگه. این ماشین را اجازه میدیم بره، اتوبوس اجازه نمیدیم، ما قبل از اون میریم. نگاه کن. Ich darf vor dem Bus fahren. ما قبل از بوس حرکت میکنیم. این درست است. Ich muss das blaue Fahrzeug durchfahren. ما او را اجازه میدیم. همین بلاوه این اجازه میدیم که بره. باز اینجا نوشته که دست
blaue Fahrzeug muss mich vorbeilassen. گفته ماشین آبی که هستن ما را اجازه میده که بریم. این اشتباهه، این ما را اجازه نمیده. حق با اون است باید بره. از همون خاطر اشتباهه. او ما را اجازه نمیده که ما بریم. قبل از اتوبوس میریم و خودش اجازه میدیم که بریم. اینطوری گیج میکنن. من سوالات درست میگن که باشه اینا میفهمن نمیفهمن. اینمی چلیپا اینجا که اینا گرچه که تابلو داره اما این ضرب در خورده. اینمی که ضرب در خورده خودش معنایی رو میده که اینجا قانونی رشت فارلنگس است، راست با چپ. اینمی علامت خودش اینمی تابلو اینمی رو مشخص میسازه که دیگه اینجا قانون چپ با راست است، رشت فارلنگس. این جامعه پیدا میکنی اینمی را رشت فارلنگس، یعنی اونمو تابلو، منظورشم تابلو است که تابلو به چی معناست؟ کدوم از اینا درست است؟ یعنی رشت فارلنگسش درست است. رشت فارلنگس. گفته در این شرایط کدوم کار درست است؟ میاین اینمی رشت فارلنگس، یعنی قانون رشت فارلنگس اینجا درست است. خب اینجا میایم، اینجا قانون رشت فارلنگس است. این تابلو که مربوط از این خیابان میشه که یعنی ممنوع است اون طرف باید بری، اون طرف ممنوع است. منظور از این نیست که ما اشموس وارتن کنیم به خاطر این تابلو. این تابلو ممنوع است که در خیابان رفتن نمیتونی، اما وارتن میکنیم به خاطر از این که طرف راست است. اینمی قانون رشت فارلنگس است. ما منتظر میمونیم که او رد شود. اشموس وارتن. همون درست، یکی دیگه اشتباه. اینجا میاین سوال نوشته کرده که به یک تقاطع میرسید که نمیتوانید فوراً حق تقدم را ببینید، چگونه ادامه میدهید؟ نمیتونید و حق تقدم را ببینید، میخواین چیکار کنین؟ بعد میاین Sie kommen an eine Kreuzung, an der Sie die Vorfahrtlage nicht gleich überblicken. Wie verhalten Sie sich? بعد میاین Warten, beobachten und sich gegebenenfalls mit anderen verständigen. بعد میاین گزینه سوم درست میگیرین، دو تا دیگه اشتباه. گزینه سوم میگه صبر کنید، مشاهده کنید و در صورت لزوم با دیگران ارتباط برقرار کنید. یعنی قد از دیگه طرف راست اگه بود که اون قد از ارتباط برقرار میکنه که راست برن، منظورش همیست طرف چپ با اون ارتباط برقرار میکنه. An welchen Stellen ohne Vorfahrtregeln der Verkehrszeichen gilt die Regel rechts vor links? گفته در چی مکانهای بدون تابلوهای راهنمایی و رانندگی اولویت دارد؟ در چی مکانها بدون تابلوهای راهنمایی و رانندگی اولویت دارد؟ قانون راست بر چپ اعمال می شود. میایم همین یک دانه رو میگیریم. دو تا دیگه اشتباه. An Straßenkreuzungen und Einmündungen. در تقاطعها، چهارراه‌ها و جاده ها. رشت فارلنگس اعمال میشه.
welchen Stellen ohne vorfahrtregelnde Verkehrszeichen gilt die Regel rechts vor links? دوباره مثل از همون سوال است. An welchen Stellen ohne vorfahrtregelnde Verkehrszeichen gilt die Regel rechts vor links? در کدام مکانها بدون تابلوی راهنمایی و رانندگی اولویت دارد؟ در کدام مکانها بدون تابلو حق تقدم اعلام می شود؟ دوباره میایم باز هم همین را میگیریم مثل از او قبلی واری در تقاطع ها، چهارراه ها، جاده ها. اینجا بازم دوچرخه سر ما حق داره چون طرف راست است. Ich warne die Fahrradfahrer durch Hoppen. اشتباه. Ich warte, bis die Radfahrerin abgebogen ist. این همیش درست است. ما گفته صبر میکنیم دیگه. ich fahre vor dem Fahrradfahren که نمیریم، ما قبل از اون نمیریم. فقط اینجا یک گزینه درست است. اینجا هم قانون رشت فالنگس هست، هیچ تابلوی وجود نداره. متقاط حق داره، این یکم که مستقیم میه اینم حق داره و ما نفر آخر هستیم که باید از اینجا بریم. اینجا میاییم ich muss das Motorrad durchfahren lassen که اجازه میتیم اون رد شوه. ich muss den rote PKW durchfahren lassen اونم اجازه میتیم که رد شوه. ich darf vor dem Motorrad fahren. این دیگه اشتباه است، ما قبل از موتورات نمیریم، ما اون اجازه میتیم که او بره. اینجا ما قانون رشت فارلنگس است، دوباره همین موتور ما اجازه میتیم که بره. این فقط هم اجازه میتیم که بره به خاطر که مستقیم میه، زود دیگه اینجا را تعیین میکنه و ما تا دور میزنیم راه رو میگیریم و راه ما دور است بانیم که او بره اول، اون چون زود رد میشه از اونجا. ich muss den Fahrradfahrer durchlassen و اجازه میتیم با دوچرخه سواره. ich muss den Motorradfahrer durchfahren lassen و را اجازه میتیم. ich darf vor dem Fahrrad abbiegen که ما قبل از او نمیتونیم بریم. قبل از فقط نمیتونیم بریم. آخرین نفر ما هستیم و دوتا را اجازه میتیم که بریم. فقط هم دوتایش درست است. اینجا هم موتور است. اینجا که هسته اول ما میریم چون اینا طرف چپ ماست، اول ما اجازه داریم که بریم چون ما هم مستقیم هم میریم. اینجا میاییم ich muss den Traktor abbiegen lassen که ما رو اجازه نمیتیم. ich darf alle jetzt de Fahrzeug überqueren. ما قبل از فارکسویک، قبل از اینا که مربوطش هم این ماشین و موتور است، قبل از اینا میرم. ich muss das Motorrad abbiegen lassen که ما رو اجازه میتیم. نه، ما قبل از دوتایش میریم، قبل از هر دویش. فقط هم یک گزینه درست است. اینجا ما بازم قانون رشت فارلنگس است، حق راست به چپ اجازه داره. اینجا بازم این فقط اجازه داره چون این مسیرش نزدیک است. ما اون مسیر میریم و هم مسیرش نزدیک است و اول میره چون مسیر ما درست، ما بعد از اون میریم. اینجا رو باید متوجه باشین، این نیست که طرف چپ ماست ما باید از اینکه زودتر بریم، اون چون مسیرش
نزدیکتر است و اول میره. Ich muss den Fahrrad abbiegen lassen که ما اجازه میدیم که برن. Der rote PKW muss mich abbiegen lassen که او rote PKW میگه ما را اجازه میده. نه این فالش است و ما را اجازه نمیده. Ich muss den rote PKW durchfahren lassen. ما خود از اون اجازه میدیم که برن. اینجا باز هم همون قانون ریش فارلینگس راست و چپ. این اجازه میدیم که برن. این موتور اجازه نمیدیم که برن. موتور سمت چپ ماست. Ich muss den Motorrad Vorfahrt gewähren. نه ما بر نمیمانیم. اجازه نمیدیم که او برن. Vorfahrt داشته باشه از ما. Ich habe Vorfahrt vor dem Motorrad. ما قبل از او اجازه داریم که ما Vorfahrt کنیم حرکت کنیم. Ich muss dem gelbe Transport Vorfahrt gewähren. ما اونه اجازه میدیم. اجازه میدیم که او gelbe Transport بره. و ما قبل از موتورات بریم و ایل اجازه میدیم که قبل ما برن و خود ما قبل از موتورات میریم. موتورات آخرین نفر است که میره. دوستان اینجا که آمدین همین اپ هول، اینمی اپ هول که اینجا دیدین اینمی درست، دو تا دیگه اشتباه. اینجا یک دیگه در خیابان اصلی است و ما میخوایم داخل از خیابان شویم که میخوایم این مسیر رو بریم، مسیر دست چپ و ما منتظر میمونیم تا رد شود و بعدا ما میریم. Ich muss warten. اما درست دیگه اشتباه. اینجا حق با کی است؟ اینجا گفتین چون ما در خیابان اصلی هستیم، بعد این تراکتور رو میخواد طرف چپ بپیچن که منتظر ما باید باشن تا ما از اینجا رد شویم و این یکی هم حق نداره که پیش بیا از ما که زودتر رد شویم. اینجا حق با ماست. اولین نفر ما هستیم که از اینجا رد میشیم. خیابان اصلی هستیم. اینجا نوشته کده ich selbst. گفته در اینجا کدوم از یا درست است؟ کی حق داره؟ مثلا اول برم ما میریم. اینجا که آمدین اینمی اتوبوس که دیدین alle drei. اینم از این بوگن دومش 19 سوال.